میخوام اتفاق عجیبی که برای من و همسرم افتاده بود و تعریف کنم. اگه خوشتون اومد نظرتون رو بگید. ما تازه ازدواج کرده بودیم. حدود 5-6 ماه از زندگیمون گذشته بود. داستان از اینجا شروع شد که من برای همسرم یه مانتو خریده بودم. اصلا نپوشیده بود و توی کمد گذاشته بودش. یه روز که میخواستیم بریم مهمونی، همسرم رفت مانتو رو برداره. ولی هرچی گشتیم پیداش نکردیم. مطمئن بود توی کمد گذاشته، اما انگار غیبش زده بود. بیخیال شدیم و رفتیم. از اون روز به بعد وسایلمون یکی یکی گم میشد و بعد از مدتی پیدا میشد. مثلا روغن یا گوشت نصفه میشد، لباسا پیدا میشد، اما بوی بد میداد و چروک بود. این اتفاقا کم کم برامون عادی شده بود. یه شب که خواب بودیم، طبق عادت همیشگیم یه چراغ رو توی خونه روشن گذاشتم. چراغ راهرو روشن بود. حدود ساعت 2:30 صبح بود که از خواب بیدار شدم. تخت ما حدود 10 متری از آشپزخونه فاصله داشت. یه صدای شنیدم و ناخودآگاه نگاهم به آشپزخونه افتاد. یه لحظه یه موجود بلند قد دیدم که سرش به سقف میرسید، کاملا سیاه بود. فکر کردم توهم زدم. چشمامو مالیدم. ولی نه، توهم نبود. هر بار که پلک زدم انگار نزدیکتر میشد. از ترس داشتم سکته میکردم. یهو به خودم اومدم. سرم بردم زیر پتو، فقط داد زدم. همسرم بیدار شد و پتو رو کنار زد. پرسید چی شده؟ من که ترسیده بودم گفتم توی آشپزخونه است. همسرم نگاه کرد و گفت چیزی توی آشپزخونه نیست. با ترس دوباره نگاه کردم. دیدم واقعا نیست. انگار غیبش زده. همسرم گفت خواب دیدی، توهم زدی. هر چی گفتم باور نکرد. تا صبح از ترس نخوابیدم و همه چراغای خونه رو روشن گذاشتم. این ماجرا گذشت تا یه شب دیگه که جلوی تلویزیون خوابم برده بود. همسرم بیدار بود. حدود ساعت 2 صبح بود که توی خواب احساس کردم یه چیزی به پام خورد. از خواب پریدم و همسرم رو دیدم که نیمه جون خودشو به من رسونده و دستشو به هم زده تا بیدارم کنه. صورتش سیاه شده بود و نفسش بالا نمی اومد. یکم آب به صورتش زدم، حالش بهتر شد. همون موقع متوجه شدم یه موجود سیاه از گوشه در اتاق خواب داره نگاهمون میکنه. چون حال همسرم بد بود توجهی نکردم. بعد از نیم ساعت که حالش جا اومد ازش پرسیدم چی شده. اول چیزی نگفت، ولی بعد از اصرارم به حرف اومد. گفت رفتم آشپزخونه آب بخورم. وقتی برگشتم که بخوابم یهو چیزی از پشت گردنمو گرفت. یه دست دیگه زیر فکم بود و منو بلند کرد. دستاش سیاه و پشمالو بود. با تمام قدرت منو پرت کرد سمت میز. از ترس پشت سرمو نگاه نکردم و فقط خودمو به تو رسوندم تا بیدارت کنم. خودم هم اون موجود توی اتاق خواب دیده بودم. جفتمون از ترس تا صبح قرآن خوندیم. صبح ساعت 9 به همسرم گفتم بلند شو، لباس بپوش بریم خونه پدرم. همسرم رفت لباس بپوشه. منم رفتم آشپزخونه آب بخورم. لیوانو گذاشتم روی میز و خواستم از آشپزخونه برم بیرون که یهو لیوان پرت شد و 1000 تیکه شد. ترسیده بودم. همسرم گفت چی شده؟ گفتم هیچی، دستم خورد به لیوان شکست. نمیخواستم بیشتر بترسه. سریع از خونه رفتیم خونه پدرم. اونجا همه ماجرا رو براشون تعریف کردیم. پدرم یه دعانویس میشناخت. غروب رفتیم پیشش. دعانویس تا نشستیم گفت طلسمتون کردن و طلسمو توی قبرستون انداختن. جن قبرستون طلسمو برداشته و خانوادگی اومدن توی خونتون تا جداتون کنن و بهتون آسیب بزنن. پرسیدیم کار کیه؟ چیزی نگفت. بعد گفت اون شب که همسرت پرت شده کار یه دیو بوده و اونی که تو دیدی یه جن زن بوده. یه دعا برامون نوشت و گفت فردا هم بیاید تا دعا رو کامل کنم. رفتیم خونه پدرم که استراحت کنیم. شب از خستگی روی تخت پدر مادرم خوابیده بودم. من دمر خوابیده بودم و همسرم تاق‌باز. حدود ساعت 2-3 صبح بود که توی خواب احساس کردم همون موجود پرید روی پشتم و سرم رو فشار میداد. پاهاش روی کمرم بود و توی ذهنم با هم حرف میزد. میگفت چرا رفتی پیش دعانویس؟ و پشت سر هم تکرار میکرد. هر کاری کردم که اسم خدا رو بیارم دهنم قفل شده بود. با تمام زورم بلند شدم و اسم خدا رو گفتم. پشت سرم رو نگاه کردم. چیزی نبود. همسرم که کنارم خواب بود حالش بد بود. بیدارش کردم. اونم همین حالو داشت. تا صبح از ترس نخوابیدیم و قرآن خوندیم.
خانواده رو بیدار نکردیم که نگران نشن. از آن که شد از خستگی خوابمون برد. غروب رفتیم پیش دعانویس. یه دعا بهمون داد و گفت این دعا همیشه همراهتون باشه. دیگه مشکلی براتون پیش نمیاد. باید خونتون رو پاکسازی کنن و به یکی از اعضای خانواده که نترسه نیاز دارن. پدرم قبول کرد. با دعانویس رفتیم خونه. دعانویس یه چاقوی قدیمی به پدرم داد و موادی آماده کرده بود که بهش نشون داد. گفت بدون این که نوک چاقو رو بلند کنی دور تا دور خونه بکش. پدرم شروع کرد. دعانویس زیر لب چیزی میخوند و اون مواد رو پشت چاقو دور خونه میریخت. خونه رو حصار کرد و هر موجودی توی خونه بود از خونه رفت. دیگه نمیتونست برگرده. دعانویس به پدرم گفت فقط چند شب ممکنه اذیتت کنن. ولی من موکلی مأمور کردم که مراقبتون باشه. نظرتون راجع به این داستان برام بنویسید. و اگر تجربه مشابهی داشتین حتما برام بفرستید.